سلام دوستان، در جلسه سوم از آموزش سئو میخوایم درباره یکی از مهمترین و پیچیده ترین بخش های سئو یعنی سئو تکنیکال صحبت بکنیم. سئو تکنیکال چیه و چرا اینقدر اهمیت داره؟ اگر سایتتون رو مثل یک ماشین در نظر بگیرید، سئو تکنیکال همون موتوریه که باعث میشه این ماشین درست کار بکنه. توی این جلسه میخوایم فاکتورهای مهم سئو تکنیکال رو بررسی بکنیم که شامل سرعت بارگذاری سایت، ساختار URL ها، طراحی ریسپانسیو، نقشه سایت یا سایت مپ و فایل robot.txt هستش. پس با من همراه باشید تا یاد بگیریم چطور سایت خودمون رو برای موتورهای جستجو بهینه بکنیم. سئو تکنیکال مجموعه ای از فعالیت‌ها و بهینه‌سازی‌های فنی وبسایتی که هدف اون بهبود دسترسی، خزیدن و ایندکس شدن صفحات سایت توسط موتورهای جستجو هستش. برخلاف سایر جنبه‌های سئو که بیشتر روی محتوای سایت متمرکز هستش، سئو تکنیکال به زیرساخت‌های فنی و کدهای وبسایت تمرکز داره. موتورهای جستجو برای اینکه بتونن صفحات وبسایت رو در نتایج جستجو نشون بدن، اول باید بتونن به اون صفحات دسترسی پیدا کنن و اونها رو کرال بکنن. توی سئو تکنیکال مطمئن میشیم که فرایند به روان‌ترین شکل ممکن انجام میشه. در غیر این صورت حتی اگر محتوای سایت شما بسیار هم با کیفیت باشه، ممکن اصلا ایندکس نشن. سرعت بارگذاری سایت یکی از عوامل مهم رتبه‌بندی گوگل هستش. وقتی وارد یک سایتی میشید که سرعت بالاتری داره، احتمال زیاد زمان بیشتری رو توی اون سایت میمونید و به صفحات دیگه سایت هم ممکنه سر بزنید. این اتفاق باعث میشه گوگل متوجه بشه که سایت شما برای کاربر مفیده، برای که زمان زیادی رو توی وبسایت سپری کرده و لینک‌های مختلفی رو احتمالاً کلیک کرده. این کار شما باعث افزایش نرخ درگیری کاربر با سایت یا به اصطلاح اون افزایش انگیجمنت ریت میشه. اولین کار کاهش حجم تصاویر، بعد از اون فشرده‌سازی فایل ها، استفاده از شبکه توزیع محتوا، بهینه‌سازی کدهای سایت هست. CDN یا شبکه توزیع محتوا سیستمی از سرورهایی هست که تو نقاط مختلف دنیا قرار دارن و محتوای وبسایت رو به کاربران نزدیکتر معرفی میکنن. به این صورت که وقتی کاربری از یک وبسایت بازدید میکنه، محتوای سایت به جای بارگذاری از سرور اصلی، از سروری که به موقعیت جغرافی کاربر نزدیکتر هست ارائه میشه. این کار باعث میشه تا سرعت بارگذاری وبسایت زیاد شه. برای مثال اگر سرور اصلی وبسایتی توی آمریکا باشه و کاربری بخواد از ایران به اون دسترسی پیدا بکنه، با استفاده از این CDN ها محتوا از نزدیکترین سرور به ایران ارائه میشه که سرعت بارگذاری رو افزایش میده. خب مرحله بعدی سئو تکنیکال بعد از سرعت سایت بهبود ساختار URL. آدرس سایت باید کوتاه و مختصر باشه و سعی کنید از کلمات کلیدی که در اون صفحه استفاده میکنید در URL ها هم استفاده بشه. برای جدا کردن کلمات هم بهتر از خط تیر استفاده کنید. سعی کنید حروف کوچیک باشن و به هیچ عنوان از کاراکترهای پیچیده مثل درصد، هشتگ یا دلار ساین استفاده نکنید. با این کار باعث بهینه‌سازی آدرس URL هاتون میشه. مرحله بعدی بهینه‌سازی سایت برای موبایل هستش. همه ما میدونیم که بهینه‌سازی برای موبایل بسیار اهمیت داره. با افزایش استفاده از موبایل و گشت و گذار تو اینترنت، موتورهای جستجو مثل گوگل سایت‌هایی که برای موبایل بهینه شدن نمره بهتری قائل میشه. تقریبا بیش از 56% از ترافیک وب داره از طریق موبایل انجام میشه، یعنی بیشتر مردم با گوشی‌هاشون با اینترنت دسترسی پیدا میکنن. پس سایت شما هم باید به خوبی برای این دستگاه‌ها نمایش داده بشه. گوگل هم از سال 2018 به بعد الگوریتم رتبه‌بندی خودش رو بر اساس موبایل تغییر داده. یعنی الان نسخه موبایل سایت ها مهمتر از نسخه دسکتاپ برای رتبه‌بندی توی نتایج جستجو هستن. از طرفی 53% از کاربران موبایل صبر نمی‌کنن که یک صفحه بیشتر از 3 ثانیه طول بکشه تا لود بشه. اگر سرعت بارگذاری سایت شما زیر 3 ثانیه باشه، باعث افزایش نرخ تبدیل هم میشه. تحقیقات نشون داده که این سایت ها تا 25% احتمال داره کاربر رو به مشتری تبدیل بکنه. پس اولین قدم برای بهینه‌سازی سایت برای موبایل طراحی ریسپانسیو هستش. به سایت شما این امکان رو میده که به صورت خودکار با اندازه‌های مختلف صفحه نمایش سازگار بشه. این کار با استفاده از متا تگ های ویوپورت امکان پذیر هستش. متا تگ ویوپورت به شما این امکان رو میده که به مرورگر بگید چطور باید محتوای سایت رو روی دستگاه‌های مختلف نشون بده. وقتی از تگ ویوپورت استفاده می‌کنید، میتونید تعیین کنید که عرض صفحه چقدر باشه و مقیاسش چطور تنظیم بشه. کار بعدی که میتونید انجام بدید استفاده از فریمورک
AMP هستش. تا 85% میتونه زمان بارگذاری صفحات رو کاهش بده. یادتون باشه حتما دکمه ها لینک ها رو به اندازه کافی بزرگ کنید تا به راحتی کلیک بشن و فاصله کافی بینشون باشه تا اشتباهات کاربری کم بشه. میرسیم به گام بعدی سئو تکنیکال، تولید سایت مپ. سایت مپ یا نقشه سایت یک فایل مهم برای سایت شماست که به موتورهای جستجو کمک میکنه تا بهتر و سریعتر صفحات سایت شما رو پیدا بکنن و اونا رو ایندکس بکنن. این فایل شامل لیستی از تمام صفحات، مقالات و فایل های مهم سایت شماست و به موتورهای جستجو میگه که کدوم صفحات رو باید بررسی کنن و چقدر اهمیت دارن. برای ایجاد سایت مپ ابزارهای آنلاین رایگانی وجود داره که من تعدادی از اونها رو در دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم. با وارد کردن URL سایتتون این ابزارها به راحتی نقشه سایت یا سایت مپ رو به صورت خودکار تولید میکنن. اگر هم از وردپرس استفاده میکنید کارتون بسیار راحت تر. افزونه هایی مثل یوست سئو یا آل این وان سئو سایت مپ رو تولید میکنن و حتی اون رو آپدیت میکنن. پس اگر سایت وردپرسی دارید و پلاگین هایی که معرفی کردم رو داشته باشید جای نگرانی نیست، چون اونا خودکار این کار رو برای شما انجام میده. ولی اگر سایتتون به صورت کدنویسی باشه میتونید این فایل رو در هاست پروژهتون قرار بدید. بعد از این کار باید اون رو در گوگل سرچ کنسول یا بینگ وب مستر تولز ثبت کنید تا به موتورهای جستجو این امکان رو بدید که خیلی سریعتر و دقیق‌تر سایت شما رو بررسی بکنن. گام آخر سئو تکنیکال که امروز میخوایم بررسی کنیم تولید فایل robot.txt هستش. فایل robot.txt یک فایل متنی هست که نحوه کرال کردن ربات‌ها و ایندکس کردن صفحات توی سایت رو مشخص میکنه. این فایل به موتورهای جستجو میگه کدوم بخش‌های سایت رو باید بخونن و ایندکس بکنن و کدوم قسمت‌ها رو نباید به سراغشون برن. پس متوجه شدیم سئو تکنیکال بخش بسیار حیاتی و اساسی از بهینه‌سازی سایت شماست. با انجام این فاکتورهایی که درباره‌شون صحبت کردیم شما میتونید تجربه کاربری بهتری رو فراهم بکنید و همچنین موتورهای جستجو رو در ایندکس کردن و رتبه‌بندی صفحات سایتتون کمک بکنید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. من هادی طاهری هستم و توی این کانال در مورد سئو، دیجیتال مارکتینگ و آخرین اخبار در این حوزه صحبت میکنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و میخواید آموزش‌های تخصصی و نکات کاربردی دیگه‌ای آشنا بشید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا هیچ آپدیت رو از دست ندید. همچنین نظرات و سوالاتتون رو در کامنت ها بنویسید، خوشحال میشم که بهتون کمک بکنم.